صبح خب منم صبح میخوابیدم اصولا تا ساعت 10 11 خمار بودم. خمار بلند شدم اومدم دیدم 7 8 تا ماشین جلوی من، اومدم جلوی همه وایسادم. همه میگفتن این سوار کنه بره، الا این یه نفر میگفت هر کی بذاره تو سوار کنی من یکی نمیذارم. خب تو که تو خواب بودی تو ماشین ماشینت، آره یعنی صرفا ماشینت اگر اونجا بود حتی بدون راننده حق با تو بود. آره اصلا این قانون تاکسیه. خب همه قبول کردن که تو بری الا مقتول. الا این یکی خب گیر داد که نه من نمیذارم. چرا؟ مگه اونم نمیدونست این قانون باید انجام بشه؟ میدونست خب ولی حالا رو چی حسابی نمیذاشت دیگه الله اعلم. من یه مدت سرپرست خط بودم اونجا، خیلی محبت بهش کردم، خود رفیق بودیم. دوستا راننده اومدم برگشتم گفتم ما این خیلی کار برات انجام داده، تو دیگه چرا جلوی اینو گرفتی؟ خب مقتول که در حال حاضر در واقع حیاتی نداره که بخواد از خودش دفاع کنه و حرفای شما رو تایید بکنه. اینه که شما میگه من براش این کارو کردم اون کارو کردم خیلی بهش محبت کردم، بماند در واقع دادگاه الهی. اما در موضوع دعوا داریم صحبت میکنیم. به شما اجازه نداد. چند تا از راننده‌های خط اومدن گفتن که این مسلمه اجازه بدید بره، سر خط بوده ماشینش هست. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ اونا دهن اینو بستن من رفتم. خب یعنی اون فیصله دادن ماجرا. آره خب اون روز من مسافر سوار کردم رفتم، من فردا ساعت 2 بعد ظهر 2 بعد ظهر باز یکی جلوی این بود به من صدا کرد. یه ماشین دیگه جلوی مقتول بود. آره بله. گفت نمیری تو؟ گفتم نه من فعلا هستم. خب وایساده بودم که به اصطلاح ببینم امروزم رو کم کنیه باز من با این یا نه داستان داریم.